ویروس HPV ویروسیه که از مسیرهای متفاوتی خودش رو منتقل میکنه و افراد میتونن درگیرش بشن. شایع‌ترین روشی که این ویروس خودش رو منتقل میکنه رابطه جنسیه، ولی خب ما با افرادی مواجه هستیم که گاهن اپیلاسیون انجام دادن و درگیر این موضوع شدن به خاطر اینکه آلودگی وجود داشته، ابزاری که باهاش اپیلاسیون انجام شده. ما افرادی رو باهاش مواجه هستیم که کولونوسکوپی انجام دادن و باز هم همین آلودگی باعث شده. افراد دیگه به استخر مراجعه میکنن، درگیر این ویروس میشن. راه‌های انتقال دیگه‌ای هم براش وجود داره، یعنی صرفا اگر شما شخصی رو دیدید که درگیر این مشکله، نمیشه در موردش قضاوت کرد که حتما با رابطه جنسی درگیر این مشکل شده. برای اینکه درمان بخواد شکل بگیره، شما باید مواردی رو رعایت بکنید در طی یک بازه زمانی که رعایت کردن این موارد نیاز به مشاوره تخصصی داره و میتونید با ما تماس بگیرید که کامل در مورد اینکه درمان چگونه شکل میگیره مکالمه داشته باشید و پروسه‌تون رو استارت بزنید.